اخباری که منتشر شده و الان منتشر روی کال آف دیوتیمون شده همینه. بریم ببینیم بتل پس هاشون و رایگان این چیزا، گان لجندینا چی اومده و این چیزا. خب وارد ایونت ها میشیم. وان سی پی دوباره اومده به بازی و به قسمت پایین همون چیزه. خب و به خاطر اینکه صدام قطع شده دارم رو ویدیو حرف میزنم و حالا کریت تا تغییری نکرده و هنوز 117 جاشه و اسکین لجند و گان لجند رایگان به بازی اضافه شده که باش میتونیم پلی بدیم. بسیار عالیه. حالا اول بتل پس رو میزنیم ببینیم. بتل پس لجند رایگانه، لجند داره داخل بتل پس، یعنی کلت لجنده. خیلی هم باحاله. ببینید اصلا من باورم الان نمیشه که کال آف دیوتی موبایل یه ذره به ما رحم کرد. ببینین چقدر خوشگله. و حالا ببینین چقدر کریت 117 تو این ایونت هست. من الان بالای 2 1 زیاده. ببینین خودتون 1 2 با همین فکر کنم من این سیزن که نتونستم 117 بگیرم، همین سیزن 6 100% فولش میکنم. باورتون میشه من کریتو زدم 5 تا به من داره متیک میده. باور نکردنیه. وقتی میخواین گیم بزنید وارد این بخش میشید و به دوستان خود درخواست میدید. بذارید من به فرندام درخواست بدم. یکیشون اومد فکر کنم. اومد. صدای ویدیو همین جا قطع شد. یعنی ببینین وقتی از این قسمت در اومدم دیدم که صدای ویدیو اصلا قطع شد و برای همین دارم حرف میزنم. اینم از قسمت یادم رفت اسمشو. اگه تونستین حتما تو کامنت ها بگین. سی پی دوبلم به بازی اضافه شده دیگه. از این چه بهتر. قراره گان لجند و متیکا بیان فقط بزنیم حال کنیم. گوس متیک میاد، اسپکتر متیک میاد، سوفیا متیک هم فکر کنم بیاد، سایرن هم بیاد. اینم از رنگ هیچ تغییری نکرده. اینم از قسمت. این قسمت میتونید از اون سکه های بگیرید که میتونید بتل پس و رایگان بگیرید. وقتی شما اسکین لجندتون رو در این بازی ویدیویی میزنید و بالا بره، یعنی قدرتش 2 برابر یا 3 برابر یا زیادتر بشه، اینجوری میشه. این بود از این اخباری که منتشر شده و اخبار به واقعیت تبدیل نشد یه ذره. مثلا قرار بود SMG در بتل پس بیاد، اسنایپ در بتل پس بیاد. بتل پس ها تغییری کردن ولی هنوز اسکین نیومده یا گان لجندری. پس اخبارایی که تا چند روز پیش گفته بودن لجند و متیک میاد اشتباه بود. بعدش در بتل پس هایی که هم که نیومدن نگران نباشید دوستان. اینم از این بازیه. گیم پلی هم خودتون برین تست کنین. خوشت اومد لایک کن.